بذار همین اول یه چیزی رو رک بگم. فقط خوب بودن کافی نیست واسه زنده موندن تو این دنیای عجیب غریب. اگه فکر میکنی با مهربونی و صداقت میتونی راهتو باز کنی، باید بگم داری یه تصور بچگونه رو باور میکنی. خودت هم ته دلت میدونی همچین چیزی جواب نمیده، فقط نمیخوای بهش فکر کنی. چند بار تا حالا له شدی؟ چند بار موقعی که داشتی کار درستو میکردی یکی ازت سوء استفاده کرد یا اصلا انگار بودنت براش مهم نبود؟ از بچگی بهت گفتن خوبی جوابش خوبیه، ولی واقعیت اینه که دنیا بیشتر وقتا جواب خوبی رو با بی‌توجهی یا حتی ضربه سخت میده. چرا؟ چون دنیا واسه آدم خوبا کف نمیزنه، واسه اونایی دست میزنه که بلدن بازی کنن، نه اونایی که با دفترچه راهنمای اخلاقیشون زندگی میکنن. اینجاست که اسم ماکیاولی میاد وسط. اون خیلی وقت پیش فهمید که آدمیزاد وقتی پای منفعتش وسط باشه ممکنه خیلی بیرحم بشه. ماکیاولی تو کتاب شهریار یه جمله مهم میگه. اون میگه فضیلت بدون زرنگی یعنی ضعف. حالا خودت ببین چند بار فقط به خاطر همین ضعف خوردی زمین. ببین کیو تحسین میکنی. واقعا فکر میکنی چون خوب بودن به اونجا رسیدن؟ نه، اونا رسیدن چون بلدن کی حرف بزنن، کی ساکت شن و کی بدون اینکه کسی بفهمه کار خودشونو بکنن. چون فهمیدن اخلاق یه مانع نیست، یه تکنیکه. فرق اون کسی که بازی رو میچینه با اون کسی که فقط یه مهره است تو همین چیزاست. مشکل تو این نیست که خوبی، مشکل اینه که بلد نیستی از خوبیت محافظت کنی. فکر میکنی بقیه هم با همون قانونایی بازی میکنن که تو باهاشون زندگی میکنی، ولی دنیا قانون نداره، نقاب داره و تا وقتی اینو نفهمی همیشه یه تومه راحت میمونی واسه اونایی که دنبال ساده لوحان. برای این مشکل ماکیاولی یه پیشنهاد داره: مهربونی استراتژیک. نه اینکه گرگ شی، نه اینکه به خودت خیانت کنی، فقط بفهمی کی، کجا و با کی مهربون باشی. باید یاد بگیری نیت آدما رو بخونی، پشت نقاب آدما رو ببینی و بفهمی کی قابل اعتماده و کی غیر قابل اعتماد. جمله‌ش هم معروفه. ماکیاولی میگه اگه نمیتونی هم دوست داشتنی باشی هم ترسناک، بهتر ازت بترسن. و تو تا حالا چیکار کردی؟ احتمالاً رفتی دنبال این که همه دوستت داشته باشن. خواستی بی دردسر و بی تنش باشی، ولی تهش چی گیرت اومد؟ احترام؟ نه. قدرت؟ ابداً. فقط یه مش رابطه یه طرفه که هی یه تیکت و کندن و رفتن. حواست باشه، نمیگم خوب نباش، دارم میگم درست خوب باش، طوری که نه له بشی، نه مجبور بشی و نه نقش بازی کنی. خوبی که قدرت پشتشه میدرخشه، اون خوبی که تهش هیچی نیست فقط بوی ضعف میده. بیا یه چیز رو روشن کنیم. دنیا به آدمای منصف جایزه نمیده، به آدمای زرنگ جایزه میده. زندگی یه رقابت اخلاقی نیست، یه زمین جنگه. اگه هنوز فکر میکنی عدالت خودش آخرش برنده میشه، باید بگم هنوز داری با قانون یه بازی دیگه زندگی میکنی، بازی که بقیه دارن باهاش لهت میکنن. فضیلت واقعی این نیست که همیشه ببخشی یا هی عقب بری، یعنی بفهمی کی باید محکم باشی، کی نرم و چطوری این دوتا رو با هم بچرخونی. ماکیاولی یه جمله ترسناک ولی واقعی داره. اون میگه مهم نیست واقعا کی هستی، مهم اینه بقیه چی ازت میبینن. اگه ضعیف به نظر بیای مثل بازنده ها باهات برخورد میکنن. اگه قوی به نظر برسی حتی فقط ظاهری، آدما حواسشونو بهت جمع میکنن. فکر کن چند بار فقط واسه این که دل کسی رو نشکنی گذاشتی لهت کنن. چند بار ساکت موندی چون نمیخواستی درد سر بشه، ولی تهش فهمیدی همون سکوتت باعث شد ببازی. این ترحم نیست، این بیفکریه. مسئله سنگ دل بودن نیست، بحث سر باهوش بودنه. اگه مهربونی حساب شده باشه میتونه قوی ترین سلاحت باشه، ولی اگه بی برنامه و بی مرز باشه میشه یه حفره که کل شخصیتتو میبلعه. خیلی از آدمای خوب همین اشتباهو میکنن. فکر میکنن نیت پاک خودش پاداش میاره، ولی دنیا دنبال نیت نیست، دنبال نتیجه است، دنبال تسلطه، دنبال آدمیه که بتونه تصمیم سخت بگیره حتی اگه خوشایند کسی نباشه. مهربونی بدون اقتدار
بلیت یه طرف است به دنیای بی احترامی. ماکیاولی میگه تو دنیای گرگا نباید بره باشی. یعنی اگه هنوز داری با این فکر جلو میری که همه باید دوستت داشته باشن، داری خودتو میندازی وسط یه خطر گنده. نباید بذاری اخلاق گرایی زنجیر شه دور گردنت. فضیلت یعنی زرنگی، یعنی بدونی کی باید قانونو بشکنی تا زنده بمونی، حتی اگه بقیه حالیشون نشه. یه سوال ساده: تا کی میخوای بذاری دنیا از روت رد شه؟ تا کی میخوای هی قربونی باشی و انتظار احترامم داشته باشی؟ نمیگم بد شو، نه، دارم میگم خوبی تو بکن ابزار، نه نقطه ضعفت. یاد بگیر کی لبخند بزنی، کی بجنگی، چون دنیا منصف نیست، ولی اونی که بازی رو بلده میتونه هم زنده بمونه هم برنده شه. ماکیاولی کتاب شهریار رو ننوشت که بگه چطور نامرد باشی، نوشت که یاد بگیری چطور از این میدون مین جون سالم به در ببری، چون زنده موندن خودش یه برده. و یه نکته خیلی مهم: قدرت واقعی فقط این نیست که قوی باشی، اینه که بقیه فکر کنن قوی بودنم مهمه. باهوش باشی عالیه، ولی اگه نشون ندی کسی باورش نمیکنه. چون تو این دنیا چیزی که بقیه فکر میکنن هستی مهمتر از چیزیه که واقعا هستی. و دقیقاً همین نکته است که همه چی رو عوضش میکنه. فکر کن چند بار دیدی یه آدم بی ارزش زودتر از یه آدم با استعداد بره بالا؟ چند بار دیدی یه متقلب شد رئیس، ولی یه آدم درست حسابی هنوز داره اضافه کاری میزنه؟ اگه فکر میکنی اینا تصادفیه، پس هنوز الگوهای درست دوروبرتو نمیبینی. اینجا دنیای لیاقت نیست، دنیای قدرت نمایشه. مردم دنبال خوبی نیستن، دنبال اعتماد به نفسن. دنبال کسی هن که بلد خودشو نشون بده، کسی که حتی وقتی نمیدونه باید چی کار کنه طوری رفتار میکنه که انگار همه چی دستشه. اینجاست که خیلیا میخورن زمین، چون هنوز فکر میکنن راست گفتن و خوب بودن خودش کافیه. هنوز توهم دارن که اگه واقعا خوب باشن بالاخره دنیا قدرشونو میدونه. ولی بیرو درواسی بگم، دنیا به اون که حق باشه جایزه نمیده، به اونی جایزه میده که بلد داستان خودشو قشنگ بفروشه. همینقدر ساده، همینقدر بیرحم. ماکیاولی این بازی رو خوب بلد بود. مهم نیست واقعا کی هستی، مهم اینه بقیه چی ازت میبینن. تصویر ذهنی آدما از تو همه چی رو تعیین میکنه. یه رئیس مردد حتی اگه از قبل همه چی رو بدونه باز شکست میخوره، چون کسی روش حساب باز نمیکنه. یه کارمند کاربلد اگه بلد نباشه خودشو نشون بده همیشه زیر دست میمونه. یه آدم باهوش اگه نتونه ارزششو نشون بده راحت نادیده گرفته میشه. پس قضیه فقط خوب بودن نیست، باید بدونی چطور خوب بودنتو تعریف کنی، چطور تو ذهن آدما تصویر درستی از خودت بسازی. این اسمش فریب نیستا، اسمش هدایت دید مردمه. یعنی خودت انتخاب کنی بقیه چه جوری ببیننت. واقعیت تلخه، ولی آدما تو رو همون جوری که هستی نمیبینن، از پشت فیلترهای ذهن خودشون میبیننت. فیلتر احساسات، تجربه ها، پیش زمینه هاشون. حالا سوال اینه، گذاشتی این فیلترها علیهت کار کنن یا یاد گرفتی ازشون استفاده کنی؟ اگه مهربونی ولی ضعیف به نظر میرسی میشی قربانی. اگه منصفی ولی نشونش ندادی له میشی. اگه با استعدادی ولی اعتماد به نفس نداری کلاً به حساب نمیای. به همین سادگی. این فرق آدمیه که بازی رو میچینه با اونی که فقط تو بازی بقیه داره سر دونده میشه. حالا برسیم به یه قسمت تاریکتر ولی مهمتر بازی، یعنی کنترل اطلاعات. دقت کردی که آدمای قوی همیشه یه چیزایی بیشتر میدونن؟ همیشه یه قدم جلوترن. چرا؟ چون فهمیدن که اطلاعات خودش یه سلاحه و برخلاف تصور آدمای ساده دل، صداقت کامل یه سوراخ امنیتیه، نه افتخار. آدمای ساده فکر میکنن باید هر چی تو دلشونه رو بریزن بیرون. ولی ماکیاولی میگه یه شهریار نباید همه چی رو بگه. نه برای اینکه فریب بده، برای اینکه از خودش محافظت کنه. چون تو دنیایی که همه دنبال منفعت خودشونن، اونی که همه چی رو میکنه اولین قربانیه. پس یاد بگیر چی رو بگی و چی رو نگه داری. لازم نیست همه چی رو توضیح بدی.
حتی بهتره یه ذرم مرموز باشی. بذار بقیه حدست بزنن. چون وقتی کامل قابل پیش بینی میشی، اون لحظه است که قدرتتو کاملا از دست میدی.